یک آیه یک داستان. یک آیه یک داستان. به نام خداوند که پروانه‌های رنگارنگ، گل‌های خوشبو و تمامی میوه‌های خوشمزه را آفرید. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو مهر. شما پدران و مادران گرامی، شما کودکان، فرزندان، دختران و پسران هموطن، حالتان چطور است؟ خوب و سریحال و پر انرژی هستید؟ الحمدلله. سلام دوستان و همراهان رادیو مهر، من مهینه هستم و خیلی خرسندم که بار دیگر با برنامه یک آیه یک داستان میتوانم در کنار شما باشم. امیدوارم حال همگی خوب و خوش باشد. همانطور که میدانید ما اکنون در فصل تیرماه هستیم. فصل باران و بارش. فصل درختان رنگارنگ. فصل انار و خرما. چه لذیذند این میوه های خوشمزه و خوش رنگ. پس خدایا شکرت که این همه نعمت و زیبایی به ما بخشیدی. الحمدلله و الشکر لله. الحمدلله و الشکر لله. ازکا صلاتی و سلامی علی رسول الله. ازکا صلاتی و سلامی علی رسول الله. خب مهینه جان، خوبی؟ درس و مکتب همه نقص؟ چه خبر؟ خبر همین که سلامتی. این بهترین خبر. درس هایم را هم میخونم. آهان راستش امروز زادروز خاله بچه‌ام شهنازه است و من از همینجا میگویم که شهنازه جان زادروزت مبارک. برایت بهترین ها را آرزو میکنم. چه خوب. من هم به نوبه خودم تولد شما دوستی عزیز و همه کسانی که زادروزشان امروز است تبریک و تهنیت میگویم. برای همین امروز مادر جانم و خواهرم رفتند به خانه خاله ام. بسیار نغز. اما چرا شما نرفتید؟ من هم خیلی دلم میخواست که روم، اما یک کار بسیار مهم دارم که باید اول آن را انجام دهم. می شود بدانیم چی کار دارید؟ بله، یک لحظه. این کتاب را ببینید. چه کتاب؟ داستانی خوبه. من این کتاب را از دوگانم امانت گرفته بودم تا بخوانم. کتابی جالب است. آفرین مهینه جان. چه خوب از کتابی امانتی مراقبت کردید. حالا دوگانتان خیلی خوشحال می شود که شما اینقدر خوب کتابش را نگاه داشتید. ولی این کتاب چی ارتباط با زادروز خاله بچه‌تان دارد؟ خب من به خاطر همین کتاب نرفتم. آخه طبق وعده من باید این کتاب را امروز ظهر به او باز پس دهم. آها، اکنون متوجه شدم. شما چون وعده کردید که کتاب را امروز می دهید به خانه خاله‌تان نرفتید. درست گفتم؟ بله، با اینکه خیلی دلم میخواست من هم در جشن باشم، اما وقتی خوب فکر کردم دیدم عمل کردن به وعده و قولم برایم بسیار مهمتر است. آفرین، احسنت. خیلی شما دختری خوشقول هستید. این کاری زیبایی شما مرا یاد یکی از آیت‌های قرآن کریم انداخت که فکر میکنم شما هم شنیده باشید. آیتی که میفرماید: بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ای بنده های خوب و مؤمن خدا، به قول و وعده های خود عمل کنید و وفادار باشید. وقتی من هم این تصمیم را گرفتم، پدر جانم هم خیلی خرسند شدند و به من وعده کردند که به خاطر وفا کردن به عهدم یک روز دیگر من و شهنازه را به گردش میبرند. چه خوب، چه جایزه عالی. خب اگر اجازت دهید من روم تا سری وقت کتاب دوگانم را به دستش رسانم. بله البته، فقط مهینه جان شتاب نکن و با احتیاط برو. خب خدا نگهدار. در پناه خدا باشه.
دوستانی خوبم، شنوندگان و همراهان عزیزی برنامه یک آیه یک داستان. شما هم شنیدید؟ فکر میکنم که همه شما هم مثل مهینه جان خوشقول هستید و اگر وعده دهید حتما به آن وفا میکنید. خداوند هم تمامی کسانی را که به قولشان عمل میکنند و در سر عهدشان وفادار میمانند خیلی خیلی دوست می‌دارد. دوستان عزیز، اکنون وقتی برنامه تمام شده است. تا برنامه و آیت دیگر شما دوست رویکان خوب و مهربان را به خدای بزرگ می‌سپارم. در پناه حق سلامت و تندرست باشید. اقرأ كتاب الله ورتل الآيات ما دام في هداه سعادة الحياة. اقرأ كتاب الله ورتل الآيات ما دام في هداه سعادة الحياة. اقرأ كتاب